تمامی دوستان عزیز و ارجمند، در این آموزش قصد داریم تا پرده کروماکی رو از محیط منظرمون حذف کنیم و به جاش عکسی قرار بدیم. ما این فیلم رو وقتی رو پلی میکنیم میبینیم که در پشت درختان اینجا یک پرده آبی قرار داره رو فعال میکنیم، ترک کامرا رو انتخاب میکنیم و منتظر میمونیم تا آنالایز کنیم. خب این عملیات یه خورده طول میکشه، فیلم رو فعلا پاوز میگیرم و دوباره بعد. خیلی خوب، این عملیات هم به پایان رسید و سولوینگ کامرا. حالا ما چرا پرده آبی استفاده کردیم توی صحنه؟ به خاطر اینکه این صحنه محیطمون همه چیش سبز، درخت‌ها، چمناش، کلا همه چیز سبزه. اگه از پرده سبز هم استفاده می‌کردیم، همراه پرده سبز همراه با این محیط حذف می‌شد، یعنی که ما پرده سبز حذف می‌کردیم محیط هم حذف می‌شد همراهش. به خاطر همین از پرده آبی استفاده کردیم که مخالف این رنگ سبز اینجا باشه و به راحتی بتونیم حذفش کنیم، یه کار ترتمیز در بیاد. بعد از اینکه این کار تموم شد، سولوینگ کامرا، بر روی کرییت کامرا کلیک میکنیم تا یک دوربین بر ما ایجاد کنه. فیلم رو به جلو میبریم، میبینیم که یه سری نقاط ریزی، یه سری پوینت های ایجاد شده در صحنه که همون ترک های ما هستن که یه جا ثابته. حالا ما یه دونه ترک رو از اون تها انتخاب میکنیم، انتخاب اینجا کلیک راست میکنیم، کرییت نول رو میزنیم، یه دونه نال ابجکت برش ایجاد میشه. خب کار بعدی که ما میکنیم، عکسمون رو وارد صحنه میکنیم. خب این عکسی که من انتخاب کردم، حالا هر عکسی شما دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. ما باید دقیقاً اول اینو به یک جسم تیریدی تبدیلش کنیم، تیک تیریدی رو میزنیم. بعدش ما باید دقیقاً پوزیشن اون نال ابجکتی که اون ته ایجاد کردیم بدیم به این عکس. روی نال ابجکت کلیک میکنیم، پی رو میزنیم، روی نیچر هم پی رو میزنیم، پوزیشن اینو دقیقاً کپی میکنیم، برای اینو انتخاب میکنیم، کپی با استفاده از کنترل سی و پیست. دوباره یکی کپی پیست، دوباره اولی کپی پیست. خب الان اگه فیلم بریم جلو می‌بینیم که عکسمون دقیقاً در محل همون نال ابجکت قرار گرفت، یعنی دقیقاً همونجا که اون نال ابجکت رو ایجاد کردیم عکس همونجا قرار گرفت، چون پوزیشن مکان اون رو دادیم. خب حالا کاری که میکنیم، اولی عکس رو بزرگش میکنیم، یه خورده روی عکس اس رو میزنیم و افزایش میدیم. اینو از این طریق هم میتونیم از طریق خوده. خب الان کاری که ما میکنیم اینه که باید پرده آبی رو حالا حذفش کنیم. این لایه‌مون رو، همون عکسمون رو هاید رو میزنیم، بعد روی این خود کروماکیمون، همون پردهمون باید اعمال کنیم پلاگین رو، ببخشید افکت رو.
از طریق همین سرچ افکت اینجا ما سرچ میکنیم کی لایت، از طریق کی لایت رو اعمال میکنیم به روی ویدیومون، ویدیوی اصلیمون، و از طریق اسکرین کالر استفاده از این گزینه روی این پرده آبیمون کلیکی یه دونه میکنیم. خب الان میبینیم که پرده آبی دیگه حذف شد و پرده آبی دیگه وجود نداره، الان دیگه خالی، هیچی نیست، حذف شده دقیقا. خب حالا باید این عکسمون رو از هایت درش بیاریم. خب این عکس رو میاریم زیر این ویدیوی اصلی قرار بدیم و دیگه پشت این درختمون قرار گرفت، جاش هم یه خورده درست میکنیم، این بالاتر، این بالاتر. خیلی خوب، اگه الان از اول فیلم رو پلی کنیم، سیستم من نمیم چرا من کود شده بود. خب ببینید اینجا یه خورده اگه دقت کنید سیاهه، باید عکسمون یعنی اینجا رو پوشش بدیم. خب الان پلی میکنیم ادامه شو، این که عکس اینجا رو گرفت. این که دیگه پرده آبی وجود نداره، به جاش منظره و همین زیبایی قرار گرفت و دیگه تصویر عکس با دوربین حرکت نمیکنه. اگه ما این 3D کامera ترکر رو اول ویدیومون رو ترک نمی کردیم، الان همه با دوربین حرکت میکرد و خیلی بد میشه اصلا. و علاقه الان اینجا خالیه، اینجا رو بعد دوباره تصویر و عکس رو بزرگش کنیم. حالا ما دیگه الان بزرگش کنیم، دوباره از اول میخواد رندر کنیم و همین پلی بکنیم. ببینید عکس دیگه الان پشت قرار گرفت. ممنون از اینکه در این آموزش با ما همراه بودید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در وبسایت پرو انیم دات آی آر با ما به اشتراک بگذارید. متشکرم از همه.